شر گران هی لگو دواره کوبان دقوم لآلی رجهلات و باشور دنا برا هیزن برکان الفرات و چکدارن اسلامی و به تایبت لرخ دزگاه لاوارج یا کوچکدارن اسلامی هیزک مزن خستیه و دواره تاکو او هرم نکوی بن کنترولا هیزن برکان الفرات. منذ الصباح دارت اشتباكات في هذه المنطقة پفچونین دجوار قومین دنابرا مو داعشین پشتی کوان هول دان کوویتا پی تیخم بن کنترول خواه لما او شکاندن تا کو جبر بزیان و ام روجانه به اپراسیون لشکری لهمبروان رادبن. هیزن برکان الفرات با اپراسیون لشکری لدجی چتین اسلامی رابون لگند قازانه بوغه شیخ قمر و او گند کنترول کرن و زیانه که مزدن گیهاندن چتین اسلامی ده انجام و اپراسیونان ده. الآن بالجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة عين العرب كوباني. ام لانیا رجلات باشور لهمبر گند مندکه یک و چتین داعش کمکوژیک لدر مافه کسین سیویل کر و ده انجام ده 14 سیویلان جیان خوش دستا مدکاربو زیانه که مزن بگهانده چتین داعش و هجمارک جوان بکشتا و او جوید دوره درخستانا. لآلیه دن شر و بفچون بردوامن لرجهلاتی کوبانی لگند جرن بیر عرب کوشکار شش و آغباشی و پیشکتنا هیزن کردی ناگه آستا بره او جی گریدای روشا انیین شر بگیشتی. عدم التقدم أول وحدة طيران سدما هم پیش ناکەون فروکەین هەفگرتنە نەڤنەتەوەی لێدانەخان نائێبەرەیە هەروەها ئەم لە بەندا ڕێزگارکردنە جسرە قەرەقوزاق بوون و درۆجên پێشدا وێ مزگینە باش وەرن ڕاگەاندن. ده همان دمه ده هیزن برکان الفرات دکاریبو گنده سبت یکو لباکوری سوامع سرین ریزگار بکرانا پشتی که هرم صنع یا کته ناس کرن به ناو مفرق سرین کنترول کرن و لگوری داخویانی هیزن یکینین پاراستنا گل که ده هندره 7 روجادا 16 گند هاتنه ریزگار کرن و 9 شروانین یپکه پک روان بونه جدسپیکا هیوا آفداره ده. آرمانجا ارتش و آزاد و هیزن یکینین پاراستنا گل یپکه و یپجه اوه درخستنا چکدارن اسلامی جهاوردورا کوبانه بتواهی و آرمان جوان بگهن گره سپی ده پروژه پیش روژه دا. ولاد بکر، آریانت نیوز، جانیا باشور لباجار کوبانی.